رنگ نو هستند و نرخش $381. چقدر گفتم میشم ارزان. دوستان عزیز، ما امروز نهایت بر سوالهای شما خواهیم جواب بود و کدام سوالها و خواهش‌های شما اینه که چند برادر ما خواهش کرد که ما نوار کرده و مسئله تلفن ها ما باشد امروز جای تلفن هایی که ارزان گفتیم، یعنی که اینها همش تلفن های بیو هستند. نوار دیگه ما خواهد شد برای تلفن های نو در مغازه. اینجا باشد امان یعنی که بازارچه که تلفن ها رو میفروشند، تلفن های نو استفاده بردگی، یعنی و ما میداریم میبینیم نرخ چندان چی هستند. و اول ما یک نوار گرفتم میرویم خوبترش و بعدا شروع میکنیم به نرخ تلفن ها را دیدن و مدل ها، هر رزد مدل کدامش چند پول، کدامش چقدر که اینجا میبینید دوستان عزیز. ایمیگرانت ها یعنی که تاجیک و ازبک و بنگلادش، فیلیپین، بسیار ملت های میان اکثریت اینجا میخواد، چون که اینجا جای مثال ارزان است تلفن ها. چقدر که من میدونم راستی بسیار جای است، اما اینجا گمان میکنم ارزان تر است. ممکن باشد دیگر جایی که ارزان نظر بیاید اینجا، اما ما همینجا نشو حاضرش نمیدونیم که ارزان است. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم از همینجا نوار کنیم، چون که خواهش ها بسیار بودن برای نرخ های تلفن ها. با فکرم که اینها پرایزینگ دارن، همه اینها کار نمیکنن و یعنی که این دوران چند روز شد یافته. با همین خاطر بسیار جای ها محکم بود. چقدر که ما دین رفتیم راستی خواستیم یک نوار دیگه کنیم نتونستیم، برای هوای فرصت استفاده بوده چند فکر میکنیم به نوار میگیریم. چقدر که میبینم هر یک تاین تلفن خود رو میخرد یا اینکه میفروشد فروشنده. ما حاضر میداریم یک جایش که آدم کمتر باشد تا خلال نرسونم. Bisa pakai? Banyak bro. Apa? Isa. Tak. دوستان عزیز، این را ما دیدیم S9 هسته. S9 S9 یعنی که $200 یا اینکه $190 گیم همه خیلی اینا بیواسن و گارانتی دارن. دوستان عزیز و کورس دلار همین روزش این باشد، این هم باشد و اینها گفته نماند یک تا سیم کارت میخوان، تلفن کرسی یک تا سیم کارت میبرن. خلاص خیلی هم راستی وقت کمتر ما اینفورماسیون در هر یک تلفن ویدیو خیلی بسیار میشد، ما میتونیم کمتر معلومات برای نرخش و خودش رو با شما رسونیم. جایگاه خوب کندیشنی ده. پلاس خوب. اینش باشد S9 پلوس، پایمیتش خیلی که ما میبینیم 256 گیگابایت است. ما نبینید و نرخش باشد با کورس وان یعنی که پولی کرسی 315,000 با دلار گویم تقریبا $250. اینکه کمتر هم خیلی برای خیلی ده با کورس دلار بینید. نش S9 پلوس با دیگر روش میبینیم. آواز با دیگر روش میبینیم. و دوستان عزیز این باشد آیفون X یعنی که آیفون 10 نرخش تا 700,000 کرسی و امروز نرخ با کورس دلار از میبینیم تقریبا $500 چند $580 گویم ده. اینا ناونستم گفتم استفاده بردگی، اما چقدر که ما میدونیم اینها به حد کم تلفن رو استفاده میبرن، یک چند ماه هم میفروشن دیگرش رو. اینها باشد гарантия доран албатта як ҳафта ин ки ду ҳафта ягон дефект доша боша вазорат мекунад. Biz opso
man give it to okay? چقدر کنم پدرکای 2012 تلفن خرید با اینا با چیزی پدر خرید بخونم Name is mine. Назбез беби. دوستان عزیز اینش باشد S8 پلوس است 이게 S8, S8 Plus. اوکی 뭐야 이거? Hey bro, hey bro, it's iPhone X 때 한국에서 나 스크래치 던지면 안 돼, 오케이? اینش باشد S8 پلوس $200 با کورس همین وقتا با کورس همین وقتا پامیتا 64 گیگابایت yogi olmuyor? Yogi olmuyor? و S8 باشد دوستان عزیز پامیت چوز میبینیم پامیت چوز نیست از $2 کروس شمس انجام اینش باشد $150 S8 $150 با کورس همه روزه همه دوستان عزیز ما از میبینیم با دیگر نرخ و دیگر جایهاشه و دوستان عزیز این باشد سامسونگ S10 5G انا коробкаш این با مدل نوکس و نوشنیکای وایش و نرخش با کورسی وان اینا بینید 670,000 یعنی که دیت 570 دیت $550 با کورسی همه روزه می ایستاد دوستان عزیز بینید نزدیکتر S10 5G شای S10 خودش با ارزان تره با گمانم نظر این دیده و دوستان عزیز Note 10 5G است این هم با گمانم خیلی تلفن نو است کدام خرید است پول در کارش است فروختگی شباره که نو برآمدگی تلفن شما خودتون معلومات داره Note 10 راستی من هم خریدنی هم پولم کمتره که خریم ایشم چیزی که گفتیم داره نرخش باشد نرخ دلار خطی زدی $745 با گمانم یک چیزی نگفتم دوستان عزیز در اینجا سودا کرده میشه با مثل تاجیکستان مثل تاجیکا $10 $15 ممکنه ارزان کنه هر یک تلفنی که من نرخ را گفتم شما را $5 $10 تا $15 میشه ارزان کرده ببینید دوستان عزیز این آیفون 8 پلوس است این باشد اینم خلاص تلفن‌های اینه که ما وای کردیم همه اینا سستینشون اینه که خوب هستند خیلی بسیار استفاده برده و ایرانی که شکستگی ندارن قریب که رنگ نو هستند و نرخش $381 چقدر گفتم میشه ارزان کرده میشود ببینید دوستان عزیز این بود راستی چقدر گفتم بسیار از تلفن‌ها ما نمیتونیم هر یک تا این را به نوار گرفته چون که خیلی هم نوار ما بسیار میشود برای همین نمیتونیم خلاص بسیار چیز از چقدر گفتم هم از چیز میاد و دوستان عزیز چقدر گفتم ما با نوار گرفتیم خلاص همه قدر وقت شد هر یک دیگه نتونستیم با نوار گرفته از شما چون میخوایم اپلیکیشن کردن در کنار لایک خود رو بذارید و اول خوب تماشا کنید ان شاء الله معلومات ضروری هست نوار دیگری ما باید با روی تلفن ها و بعد از این بود دیگر نوارها هست فقط ما خواهش دارم که اپلیکیشن کنید و دوستان فهم کنید نوارها و ببینید لایک فراموش نکنید بخیر من زبان 찍고 있는 거야? 타지키스탄 파피